اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. کمیسیون سیاسی امارت اسلامی افغانستان دیروز بر رهبری معاون سیاسی ریاست الوزراء آقای مولوی عبدالکبیر جلسه نمود. در این جلسه که در قصر سپیدار برگزار شده بود، بر وضعیت کنونی افغانستان، روابط بین المللی امارت اسلامی و جذب کمک‌های بشردوستانه برای افغان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یک تاجر در کابل با هزینه $1,000,000 در 20 جریب زمین فارم مرغ ساخته که زمینه کار را برای 30 تن مساعد نموده است. در 30مین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان، طرح کمک نقدی ماهانه وزارت امور شهدا و معلولین برای معلولین، بیوه و ایتام تصویب شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید آقای تاکاشی آکادا سفیر ژاپن در کابل دیروز با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه دیدار کرد. در این دیدار بحث روی روابط دو جانبه و اوضاع سیاسی صورت گرفت. وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای قل اردوی 313 مرکزی در ولسوالی سالنگ ولایت پروان عملیات را بر مخفیگاه بغاوتگران انجام داد که در نتیجه آن 8 بغاوتگر به شمول اکمل امیری فرمانده بغاوتگران کشته شدند. وزارت صنعت و تجارت میگوید مشارکت زنان در سرمایه گذاری نسبت به سال 1400 هجری شمسی 66% افزایش یافته است. این وزارت می افزاید مشارکت زنان در اقتصاد و سرمایه گذاری کشور می تواند سطح فقر را کاهش دهد. بر اساس ارقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، حاصلات توت زمینی کشور در سال 1401 هجری شمسی به 337 متریک تن رسیده. این وزارت میگوید این محصولات توت زمینی زرع شده در 118 هکتار زمین به دست آمده است و تلاش می شود کشت آن را بیش از پیش گسترش دهند.